سلام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حال همگی عالی باشه. امروز توی این ویدیو قراره که با کمک روانشناسی کندل ها و بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری در بروکر کوتکس با هم دیگه یه تعداد معامله انجام بدیم و طبق روال گذشته من بعد از پیدا کردن موقعیت و باز کردن معامله توضیحاتش رو خدمتتون میدم و بهتون نشون میدم که برای باز کردن هر معامله چه شروط و مواردی رو در نظر گرفتم تا اون معامله رو باز کنم. منتها قبل از اینکه بریم و شروع کنیم، اگر تا اینجا کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً همین حالا روی اون دکمه قرمز رنگ زیر این ویدیو کلیک کنید و همچنین زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا به محض انتشار آموزش ها و استراتژی های معاملاتی جدیدتر اولین نفری باشید که از اون باخبر میشید و بتونید تشریف بیارید و اون آموزش رو مشاهده کنید. مورد بعدی هم این که تمام لینک های دسترسی به پشتیبانی واتساپ، پیج اینستاگرام، کانال تلگرام، وبسایت، تهیه دوره آموزش پیشرفته و همچنین لینک های بدون فیلتر مخصوص ثبت نام کاربران ایرانی در بروکرهای کوتکس، اولمپ ترید و پاکت آپشن همگی در قسمت دیسکریپشن یا همون توضیحات زیر تمام ویدیوهای کانال موجوده و به راحتی از اون قسمت میتونیم بهشون دسترسی داشته باشین. خب فکر میکنم که تمام توضیحات لازم رو دادم. خیلی سریع بریم سراغ معاملات خودمون و ببینیم که امروز تو این بازار چه کاره ایم. خب همینطور که اینجا میبینین من مبلغ اولیه معامله رو روی $50 تنظیم کردم و تایم معامله رو هم روی 1 دقیقه و تایم کندل ها رو هم همینطور که مشاهده میکنین روی 1 دقیقه گذاشتم. خب بریم دنبال موقعیت بگردیم و من بعد از اینکه موقعیت رو پیدا کردم و معامله رو باز کردم برمیگردم و توضیحاتش رو خدمتتون میدم. این جاهایی هم که دارم دنبال موقعیت میگردم سرعت ویدیو رو یه مقداری زیادش میکنیم که هم وقت شما گرفته نشه و هم حجم ویدیو بالا نره. با ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب من اینجا وارد یک معامله خرید شدم. اجازه بدید که دلیلش رو بهتون بگم. همینطور که میبینین قیمت در بین 2 لول وجود داره. یه لول در این سمت بالا قرار داره که همینطور که میبینین اینجا یک دوجی هم در روی این لول تشکیل شده در این قسمت و قبلترش هم که نگاه کنین میبینین که قیمت چندین مرتبه به این لول برخورد کرده و نتونسته این لول رو بشکنه و از اینجا ریجکت شده و این نشانه یک لول قدرتمند. من بعد از بسته شدن این کندل قدرتمند که خریدار زیادی هم از لول پایین وارد شده بود و فاصله‌ای که تا لول بالا داشتیم وارد یک معامله خرید شدم. همونطور که اینجا ببینین ما یک لول اینجا داریم که قیمت از این ناحیه در واقع ریجکت شده به سمت بالا و تا این نقطه بالا اومده بود و همینطور هم که میبینین معاملمون با سود بسته شد. در واقع قیمت از بعد از شکستن لول بالا به سمت پایین حرکت کرد، به این لول پایین برخورد کرد، از اینجا خریدارا وارد مارکت شدن، قیمت رو بالا آوردن و من بعد از دیدن این شادوی ریزی که در بالای این کندل قدرتمند وجود داشت که نشانه این بودش که فروشنده ها زیاد قدرت کافی رو ندارن و برای همین با توجه به فاصله‌ای که تا لول بالا داشت وارد معامله خرید شدم و انتظارم این بودش که قیمت تا این لول بالا بیاد. خب بریم دنبال یک موقعیت دیگه بگردیم و یک معامله دیگه رو با هم دیگه باز بکنیم.
من اینجا یک معامله خرید باز میکنم و انتظارم این هستش که با توجه به فشار خرید در این کندلا قیمت از اینجا در واقع بالا بره. اجازه بدیم که دلیل باز کردن این معامله رو بهتون بگم. همطور که میبینین ما اینجا دو تا لول داریم. یکی در این بالا هستش که لول بسیار قدرتمندی هم هستش و من بعد از بسته شدن این کندل و با توجه به فاصله‌ای که تا لول دوم داشت اقدام باز کردن معامله کردم. البته لول اول ما هم که خب کمی پایین‌تر هستش در این قسمت، من انتظارم این بودش که قیمت خودشو تا این لول بالا برسونه و این فاصله رو خریدارا باید پر کنن. همطور هم که میبینین روند ما یک روند صعودی هستش و همچنین ما اینجا دو تا کندل با بدنهایی مساوی و قوی داریم که اینجا تشکیل شدن و من اگر اینجا در واقع یک خط ترین لاین رو هم اینجا براتون رسم بکنم، شما میبینین که قیمت پس از برخورد به این لول و خط ترین لاین ما که حکم لول رو داره، قیمت در واقع از اینجا بالا رفته و در تلاش هستش که خودش رو به لول در واقع بعدی برسونه. من بعد از بسته شدن این کندل سبز تصمیم به باز کردن یک معامله خرید گرفتم و همونطور که می‌بینین قیمت در همون کندل تا این لول بالا رفت و پس از برخورد به این لول فروشنده ها رو فعال کرد و از این لول ریجکت شد در واقع از اینجا. اما فاصله رو شما می‌بینید که در این کندل پر کرد و این فاصله‌ای که داشتیم اینجا ما یک معامله $100 باز کردیم، همونطور می‌بینید با سود بسته شد. این بالا هم مشخصه یک معامله $100 در معامله دوم باز کردیم. معامله اول $50 بود، معامله دوم $100 و معامله بعدی هم یک معامله $200 باز می‌کنیم. خب اینا رو من اینجا پاک بکنم و بریم دنبال یک موقعیت دیگه بگردیم و ببینیم که دیگه چه معاملاتی میتونیم انجام بدیم. خب من اینجا یک معامله خرید باز کردم، اما ظاهرا معامله ما با کمی تأخیر و بالاتر از نقطه‌ای که مد نظرمون بود باز شد. چارت هم پرید. بله ما چارت رو باز که نداریم و البته همینطور که میبینید معامله ما اینجا بازه، اما متاسفانه چارت رو از دست دادیم و اما خب مشکلی نیست، قطعا این معامله باید با سود بسته بشه و من انتظارم یک کندل سبز قوی در این موقعیت بود که وارد شدم و برای همین نگران معامله نیستم. قطعا در ثانیه‌های پایانی باید این معامله با سود بسته بشه. اگر این اتفاق نیفته قطعا برمیگردیم و مشکل کار رو بررسی میکنیم. همچنان در ضرریم. چند ثانیه ثانیه‌های پایانی معامله و تمام. خب این معامله مون هم همونطور که می‌بینیم با سود بسته شد. $354 بهمون سود داد. یک معامله در واقع $200. البته این چارتی هم که الان در حال حاضر داخلش هستیم چارتی نبود که داخلش معامله کردیم و این چارت متفاوته. فکر می‌کنم بازار OTC باید باشه، اما خب اینجا می‌بینین که ADCHF هست، ولی این چارت من تغییر بدم بریم روی چارت دیگه. اینجا که اصلا موقعیت خوبی نیست، اجازه بدیم برگردیم رو همون ADCHF خودمون و بله همچنان ADCHF رو نداریم و می‌بینین که چارت رو نداریم که من بتونم روش بهتون توضیح بدم.
اما خب ایرادی نداره. اجازه بدین که من اینجا براتون بکشم حدودی اون چیزی که خاطرم هستش که روند، فکر میکنم یک همچین روندی رو داشتیم. خیلی سریع متاسفانه پرید و نتونستم توضیح روش بدم. ببینید ما اینجا تقریبا کندل ما بود، در این قسمت یک کندل اینجا تشکیل شده بود و من بعد از بسته شدن این کندل و با توجه به شرایط این کندل، بادی، شادو و فاصله که تا لول داشت، روندی که داشتیم، من اینجا وارد یک معامله در واقع خرید شدم و انتظارم این بودش که قیمت از اینجا بالا بره و معامله‌مون با سود بسته بشه و همینطور هم که ببینید یک معامله $200 که اینجا با سود بسته شد. خب همینطور که می‌بینید دیگه ما همچنان نداریم AUDCHF رو، اما خب ایراد نداره. میریم داخل جفت ارزهای دیگه و دنبال موقعیت میگردیم و ببینیم که تو جفت ارزهای دیگه چه موقعیت‌هایی رو میتونیم پیدا بکنیم. خب من اینجا یک معامله خرید $200 باز کردم. اجازه بدید که بهتون نشون بدم دلیل باز کردن این معامله خرید در اینجا چی بودش. همینطور که میبینید اینجا ما قیمت در بین دو لول در واقع قرار گرفته، یه لول بالا، یه لول هم این پایین. اولین لول سر راه قیمت در این بالا قرار داشت و لول بعدی هم که این پایین بود. قیمت برای بار اول به این لول برخورد کرده بود، از اینجا ریجکت شده بود و برای دومین بارم که می‌بینید که به اینجا برخورد کرده و باز هم از اینجا ریجکت شده و در واقع اینجا ما یک الگوی دو کف یا همون W هم داریم که داره تشکیل میشه. من بعد از دیدن این کندل در این قسمت که چند تا از شروط روانشناسی کندل ها رو هم داخلش وجود داره و این کندلی که یک های بالاتر هم از کندل قبلیش تشکیل داده و فاصله که تا لول وجود داشت، وارد معامله خرید شدن و همینطور هم که می‌بینید این کندل یک شادوی کوتاه‌تر داره نسبت به کندل قبلی خودش که نشون دهنده حضور خریدارایی در واقع بیشتر نسبت به کندل قبلی هستش. خب همینطور هم که می‌بینید این معامله با سود بسته شد و یک معامله $200 بود که در واقع میشه معامله فکر می‌کنم چهارم ما. خب بریم دنبال یه موقعیت دیگه بگردیم و یک معامله دیگه رو با هم دیگه باز. خب من اینجا وارد یک معامله خرید شدم. البته این یک موقعیت نسبتا ریسکی هستش که من در حد انتظار یه واکنش وارد این معامله شدم. حالا اجازه بدین دلیلش رو بهتون بگم. همونطور که اینجا میبینین ما اینجا یک لولی داریم که قیمت در گذشته در واقع چندین مرتبه در اینجا بهش برخورد کرده و این لول واکنش نشون داده و قیمت از اینجا ریجکت شده به سمت بالا و مجددا در گذشته نزدیک من که اینجا نگاه کنین ببینین که کندل به این لول در واقع واکنش نشون داده روی این کندل قرمز و در این موقعیت من بعد از دیدن این کندل که این لول رو شکست در واقع در اینجا من برای پول بک وارد در واقع یک معامله خرید شدم. با توجه به شادویی که زیر این کندل تشکیل شده بود من انتظارم این بودش که حداقل به اندازه یک کندل سبز هرچند با بدنی نسبتا ضعیف
تا این لول بالا بیاد و قیمت به اندازه یک پولبک اینجا واکنش نشون بده و من دقیقاً برخلاف در واقع جهت روند ماینرمون اینجا همطور که میبینین من وارد یک معامله شدم. این همطور که عرض کردم اولش هم انتظارم این بودش که واقعا خب اینجا ممکنه یک کندل ضعیف تشکیل بشه، اما خب من از اونجایی که میخواستم توی ویدیو هم موقعیت رو بهتون نشون بدم این معامله رو اینجا انجام دادم، اما این برخلاف جهت رونده و همینطور هم که میبینید معامله‌مون با سود بسته شد. یک معامله $200 بودش که اینجا انجام دادیم و تونستیم از این موقعیت هم سود بگیریم. خب بریم دنبال یه موقعیت دیگه بگردیم و یک معامله دیگه رو با هم دیگه باز بکنیم. خب من اینجا وارد این معامله $500 فروش شدم. اجازه بدین که بهتون نشون بدم که دلیل باز کردن این معامله اینجا چی بود. همونطور که میبینین اولین لول سر راه قیمت در این قسمت وجود داره و روند ما ماینر ما هم اینجا یک روند نزولی هستش که با این ترند لاین کاملا مشخصه و در واقع روند میجر ما هم نزولی هستش و اگر به این کندل که یک چکش برعکس اینجا دقت کنیم می‌بینید که یک شادوی بلندی داره که با برخورد به این ترند لاین اینجا فروشنده ها رو به شدت اینجا فعال کرده و فروشنده زیادی اینجا وارد شده و قدرت رو شما کاملا می‌بینید، قدرت فروشنده ها رو توی این کندل که تلاش میکنن قیمت رو به سمت پایین حرکت بدن و من با توجه به فاصله‌ای که تا این لول وجود داشت اینجا وارد یک معامله فروش شدم و همونطور که اینجا میبینین اینقدر این فشار فروش اینجا زیاد بودش که حتی قیمت با یک گپی باز شده و این معامله هم یه معامله $500 بودش که میبینین که با سود بسته شد و در واقع معامله اول ما 50 بعد شد 100 و چند تا معامله $200 داشتیم و این معامله $500. خب اینا رو من پاک کنم و بریم یه معامله دیگه هم انجام بدیم با توجه به اینکه تایم ویدیو هم دیگه بیشتر از این طولانی نشه و من از خدمت شما مرخص بشم. من اینجا وارد یک معامله فروش شدم و همینطور که می‌بینید بازارم زیاد مناسب نیست و بازار اصلا خوبی نیست. حالا ببین بهتون نشون بدم که چرا این معامله رو اینجا باز کردم. اول اینکه در سر راه قیمت دو تا لول وجود داره. اولین در واقع لولی که داریم در این قسمت قرار داره و لول دوم ما، این هم لول اول ما که من اگر اینجا در واقع یک ترند لاین رو اینجا برای شما رسم بکنم به وضوح داریم میبینیم که روند ما یک روند نزولی هستش و اگر اینجا رو هم دقت بکنین به شادوی این کندل میبینین که پس از برخورد این شادو به این لول اینجا فروشنده های حضور داشتن که منتظر وارد شدن به معامله بودن، معامله فروش، و از اینجا فروشنده زیادی وارد مارکت شده و قیمت رو پرقدرت برگردوندن و قیمت میبینید که از اینجا
پایین اومده و تا لول اول ما هم حتی پایین اومده و از اینجا باز خریدارا وارد شدن، قیمت رو ریجکت کردن به سمت بالا. اما لول دوم لولیه که هدف قیمت و قیمت باید حداقل تا لول دوم پایین بیاد و در این ناحیه شما میبینین که فروشنده زیادی وارد شده و با توجه به فاصله‌ای که اینجا وجود داشت من وارد یک معامله فروش شدم و از این ناحیه انتظارم این بودش که قیمت خودش رو حداقل تا این لول اول برسونه و قیمت حداقل تا اینجا پایین بیاد و همینطور هم که میبینین یک کندل قرمز اینجا تشکیل شد و باز هم یک کندل قرمز دیگه و این هم معامله آخر ما بودش که میبینین با سود بسته شد، یک معامله $500. خب ما تا اینجا در واقع 7 معامله اگه اشتباه نکنم 7 معامله انجام دادیم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و ممنونم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک رو فراموش نکنید. این لایک های شما به من انگیزه میده و به من نشون میده که شما این سبک ویدیو رو که من از معاملات خودم براتون میگیرم و دوست دارین و اینم معاملاتمون هستش که همطور که اینجا میبینین ما در واقع از اینجا بله این اولین معامله ما بودش، معامله $50، معامله بعدی $100 بود. این در واقع اولین معامله USDCHF، معامله بعد $100، بعد 200 500 و دو تا معامله آخر هم دو تا $500 بودش که انجام دادیم. موفق و پرسود باشید. خدا نگهدار.